سلام. موشکاف امروز وقت سرخاروندن هم نداره. آقا چه خبره توی باغ وحش ولایت؟ لنگ یکی تو فک اون یکیه، عمامه اون یکی زیر دندون یکی دیگه است، فندک یکی دیگه زیر ریش عضواست. اوضاع خفنن در خفنه. بازداشت یک متهم دانه درشت اقتصادی. دفتر سخنگوی قوه قضاییه بازداشت بابک زنجانی سرمایه‌دار معروف را تأیید کرد. این از اولیش. سرباز جگول مگول ولایت، بچه پولدار احمدی نژادی که به گفته خودش سالانه 7 میلیارد دلار قلمبا میکنه، یهو کت بسته میره واسه نوشش آبخنک. تا اینجا یک هیچ به نفع کوسه. از اون طرف شیخ ابوالوحوش یا همون رسایی دو شاخ کوسه رو فرو میکنه تو پریز برق 220 ولت. خطیب نماز جمعه 28 تیر ماه 88 در حالی به نماز جمعه رفت که رسانه‌های معاندی که 30 سال به نماز جمعه فحش میدادند هواداران خود را به حضور در این نماز جمعه دعوت کردند. این آخرین نماز جمعه‌ای بود که توسط این خطیب ایراد شد، اما او باز هم عبرت نگرفت. او بعد از این خطبه‌های 180 درجه‌ای برخلاف خطبه‌های نماز جمعه رهبر انقلاب بارها و بارها از قرابت خود با رهبر انقلاب سخن گفت و تاکید کرد که فصل الخطاب ولایت فقیه است، ولی راه حل برون رفت از مشکلات خطبه‌های نماز جمعه من است. و این یعنی ولی دوم ولی فقیه او بود، نه ولی فقیه اول. کوسه اون چنان خیز تابلوی باسه اکبرشاهی برداشته که خرمغزی مثل این یارو رسایی هم بو کشیده و اینجوری دادش در اومده. از اون طرف وزارت علوم و فناوری هم شده وزارت علوم و فتنه پروری. شواهد امر نشان میدهد عده‌ای در وزارت علوم، آموزش و پرورش و وزارت کشور به فکر بازسازی فتنه هستند. علت عدم پایبندی جناب آقای دکتر فرجی دانا وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری به تعهدات در انتصاب مدیران چیست؟ افرادی نصب شدند که خودشون در ایجاد التهاب در دانشگاه‌ها در دوره‌های مختلف نقش داشتند. آقا هوا خیلی پسه، اونقدر پسه که داد شیخ فری رو هم در آورده. دم به کوسه با اعتدال شروع کرد، حالا رسیده به روزه انشقاق. رئیس جمهور با بیان اینکه برای رسیدن به ایرانی امن، آزاد و پیشرفته باید گذشت کرد، گفت با انشقاق و اختلاف کاری پیش نمی رود و باید در کنار یکدیگر و بر مبنای اعتدال با هم تعامل داشته باشیم. رئیس جمهور با بیان اینکه اجرایی شدن توافق ژنو می تواند به حل مشکلات کمک کند افزود البته ریشه اصلی بسیاری از مشکلات داخلی است و حل بسیاری از آنها راه حل کوتاه مدت ندارد. جان موشکاف یکی بگه توی این نظام صاحب مرده چه خبره؟ ما باید حواسمون جمع باشه، فریب نخوریم تو فتنه بزرگتری که در راه، ظاهرش اسلامی است، اتاقاش تو در توه، تا میرسه به استحاله فرهنگی و بعد حرکتی رو که در اهداف فتنه 88 بود به یه شکل دیگه تو قالب نرم پیش میره. حواسمون جمع باشه. پس قضیه از این قراره. زهر زده دل و روده ولایت و قاطی پاتی کرده. انسجام نظام و سیکن کاکو. سید علی خیلی دون اوزاد.